روز 8 فوریه سال 2023 معلوم شد که عالم جوان آینده‌دار بیولوژ کارمند علمی پژوهشگاه فیزیولوژی به نام بابامولس اکادمی ملی علم‌های اوکراین بیژن شریپوف که همگی 34 سال داشت و زاده شهر دوشنبه تاجیکستان بود، در جنگ با ضد ارتش روسیه کشته شده است. او در پایان ماه فوریه سال 2022 برابر شروع حمله روسیه به جنگ رفت و در آزاد کردن ولایت کیف اشتراک کرده. ماه اپریل سال 2022 در کنار شهر ایزیوم ولایت خارکوف به نام نشان شد. تنها با گذشت 10 ماه در نتیجه تشخیص DNK معلوم کردند که او در جنگ ها برای ایزیوم کشته شده است. بیژن شریپوف به این ترتیب نخستین زاده تاجیکستان از طرف اوکراین است که خبر کشتنش در جنگ ها به ضد ارتش روسیه رسانه ای می شود. تا کنون اساسا از کشته شدن تاجیکایی که از طرف روسیه می جنگیدند خبرها به دست می رسید. خبر مرگ بیژن شریپوف را روز 8 فوریه سال 2023 پژوهشگاه فیزیولوژی به نام بابامولس در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد. امروز معلوم شد که بیژن به هلاکت رسیده است. جسور بود، زندگی را دوست می داشت، جوان بود. رئیس شورای عالمان جوان، کارمند علمی، حامی وطن، دوست، فرزند، به نزدیکان و همکارانش اظهار همدردی میکنیم. این برای اهل پژوهشگاه و نزدیکانش یک تلفات جبر و ناپذیر است. روانش شاد بود. گفته می شود در نامه تسلیت پژوهشگاه فیزیولوژی بیژن شریپوف سال 1989 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده است. سال 1995 وقتی که او همگی 6 سال داشت، خانواده آنها به کیف کوچید و بیژن در پایتخت اوکراین به وی رسید. او در بخش بیولوژی رشته طبیعت شناسی دانشگاه ملی اکادمی کیف تحصیل کرده است. بیژن شریپوف در اعتراضهای سال 2014 اشتراک کرد و سپس طی سالهای 2014 و 2015 در هیئت بتالیون اختیاری ایدر در حدود ولایت لوگانسک به ضد جدایی طلبان تحت حمایت روسیه جنگید. سال 2016 از جبهه برگشته شرکت خصوصی بیوتکنولوژی را تأسیس داده. سال 2019 رساله نامزدیش را حمایت کرد و در پژوهشگاه فیزیولوژی به نام بابامولس به فعالیت علمی پرداخت. بیژن شریپوف همچنین رهبر شورای عالمان جوان این مرکز علمی را بر دوش داشت. در مسائل علمی معروضه ها میکرد و در کانال های رادیویی مقاله های علمی و عمومی نشر میکرد. در ماه فوریه سال 2022 در پی حمله روسیه به خاک اوکراین بیژن شریپوف اختیاراً به جنگ رفت و در آزاد کردن ولایت کیف اشتراک داشت. ماه اپریل سال 2022 او در نزدیکی شهرک بورووایا در کنار شهر ایزیوم به نام و نشان شد. بعد 10 ماه تشخیص DNK ثابت کرد که بیژن شریپوف همان وقت کشته شده است. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از اهالی روززبان دنباس به اوکراین حمله کرد. در دوام این قریب 1 سال جنگ در اوکراین از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شدند. تا امروز درباره در اوکراین کشته شدن بیش از 40 نفر از زادگان تاجیکستان نیز خبرها به دست رسیدند.